امروز میخوایم به زندگی یکی از مرموزترین و جنجالی‌ترین شخصیت‌های تاریخ روسیه سفر کنیم، یعنی گریگوری راسپوتین، مردی که از دهقانی ساده به دربار تزار رسید و سرنوشت امپراتوری رو تحت تاثیر قرار داد. راسپوتین کی بود؟ یه شیاد حقه‌باز، یه شفادهنده مقدس، یه دیوونه قدرت طلب. توی این ویدیو به رازهای زندگی راسپوتین پی میبریم و سعی میکنیم بفهمیم واقعاً چه کسی پشت این چهره مرموز پنهان شده بود. گریگوری راسپوتین در سال 1869 توی روستایی دورافتاده توی سیبری به دنیا اومد. دوران کودکی و نوجوانیش توی حاله‌ای از ابهام قرار داره. میگن توی جوانی یه زندگی معمولی داشته، ازدواج کرده و صاحب فرزند شده، اما یه اتفاق زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. راسپوتین ادعا میکنه که یه مکاشفه مذهبی داشته و بعد از اون تبدیل به یه زائر مذهبی میشه و سالها توی صومعه ها و مکانهای مقدس سرگردان میمونه. اما چطور یه دهقان بی‌سواد به دربار تزار نیکولای دوم راه پیدا میکنه؟ جواب این سوال توی بیماری پسر تزار یعنی آلکسی نهفته است. آلکسی وارث تاج و تخت از بیماری هموفیلی رنج میبرد. یه بیماری خونی نادری که باعث میشه خونش به راحتی لخته نشه و هر زخم کوچیکی میتونست براش مرگبار باشه. این که تا اینجا یه ویدیو رو تماشا کردین نشون میده که شما از این نوع محتوا خوشتون اومده. پس با حمایت و سابسکرایب کردن این کانال به ما انگیزه‌ای بدید تا سطح کیفیت ویدیوها رو ارتقا بدیم. ملکه الکساندرا که زنی بسیار مذهبی بود برای شفای پسرش دست به دامن هر کسی میشد و اینجاست که راسپوتین وارد داستان میشه. راسپوتین به دربار معرفی میشه و به طرز معجزه‌آسایی میتونه خونریزی‌های الکسی رو متوقف و کمش کنه. اینکه چطور این کار رو میکرد هنوز هم یه معماست. با شفای الکسی راسپوتین نفوذ فوق‌العاده‌ای توی دربار پیدا میکنه، مخصوصا روی ملکه الکساندرا که کاملا بهش ایمان داشت. اما این نفوذ دشمنان زیادی هم برای راسپوتین میتراشه. شایعات زیادی دربارش پخش میشه. میگفتن که یه شیاده که با جادو و هیپنوتیزم ملکه رو تحت کنترل خودش درآورده. حتی شایعاتی درباره روابط غیر اخلاقیش با زنان دربار هم وجود داشت. اما هیچ کدوم از این شایعات نتونست ایمان ملکه رو به راسپوتین کم کنه. میخوام براتون چند تا فکت عجیب و غریب و کمتر شنیده شده در مورد این راهب مرموز رو بگم. پس بزن بریم. فکت اول، اسم مستعار جنجالی. میدونستین که راسپوتین اسم واقعیش نبوده؟ این لقب به معنی هرزه یا فاسده که به خاطر شایعه‌های حالا بهش بگیم که رفتارهای خاصش بهش نسبت داده بودن. فکت بعدی که بهش اشاره کردم قبلا، دهقان شفابخش. راسپوتین یه دهقانزاده که بی‌سواد بود که ادعا می‌کرد میتونه مریضی‌ها رو شفا بده. یه جورایی دکتر دهاتی جادویی. فکت شماره بعدی، قدیس یا شیاد. مردم دو دسته بودن. یه عده راسپوتین رو یه مرد مقدس میدونستن، یه عده دیگه هم میگفتن که این یارو یه شیاد خطرناکی که داره روی خانوادگی سلطنتی نفوذ شیطانی میذاره. فکت بعدی، ضد سم. تو شب ترورش به راسپوتین غذای مسموم به سیانور دادن، ولی انگار نه انگار سم روش اثر نکرد. مگه میشه؟ مرگی از فیلم‌های ترسناک هم ترسناک‌تره. آخرش چی شد؟ مسمومیت، تیراندازی، ضرب و شتم و در نهایت غرق شدن توی رودخونه یخزده. تازه بعضیا میگن حتی بعد از غرق شدن هم زنده بوده. فکت شماره آخر، جسدی که غیب شد. بعد از انقلاب بولشویک‌ها جسد راسپوتین رو از قبر درآوردن، سوزوندن و خاکسترش رو پخش کردن. دیگه هیچ اثری ازش نموند. جنگ جهانی اول و سقوط تزار. با شروع جنگ جهانی اول اوضاع روسیه به هم میریزه. شکست‌های پی در پی، فقر و گرسنگی و نارضایتی مردم هر روز بیشتر میشه و توی این شرایط نفوذ راسپوتین توی دربار بیشتر از همیشه به چشم میاد. خیلی ها معتقد بودن که راسپوتین با مشاوره‌های غلطش داره روسیه رو به سمت نابودی میکشونه. حتی شایعه شده بود که راسپوتین یه جاسوس آلمانی و داره به دشمن کمک میکنه. قتل راسپوتین که یه اشاره ریزی بهش توی فکت‌ها کردم. دیگه کاسه صبر خیلی لبریز شده بود و گروهی از اشرافزادگان و دربانیان تصمیم میگیرن که راسپوتین رو به قتل برسونن. نقشه قتل رو شاهزاده یوسوپوف، یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین اشرافزادگان روسیه طراحی میکنه.
راسپوتین رو به یه مهمونی دعوت میکنن. توی اون مهمونی بهش غذای مسموم میخورونن، بهش شلیک میکنن، کتکش میزنن و در نهایت بدنش رو توی رودخونه یخزده میندازن. اما حتی مرگ راسپوتین هم پر از رمز و رازه. میگن بعد از این همه ضرب و شتم هنوز زنده بود و توی آب یخزده جون داده. مرگ راسپوتین باعث به وجود اومدن افسانه‌های زیادی شد. میگفتن که یه نفرین باستانی داشته که باعث میشده به این راحتی ها نمیره. بعضی‌ها هم میگفتن که قاتلانش بعد از مرگ دچار عذاب وجدان شدن و دیوونه شدن. اما واقعیت اینه که قتل راسپوتین نتونست جلوی سقوط امپراتوری روسیه رو بگیره. چند ماه بعد انقلاب روسیه اتفاق میفته و تزار و خانواده‌اش به قتل میرسن. راسپوتین حتی بعد از مرگش همچنان یه شخصیت مرموز و جذاب باقی مونده. درباره‌اش فیلم‌های زیادی ساخته شده. اگر انیمیشن آناستازیا رو دیده باشین، این شخصیت رو میشناسین. اما هنوز هم نمیشه با قطعیت گفت که راسپوتین واقعاً کی بود. یه شیاد، یه قدیس، یه قربانی، یه ترکیبی از همه اینها. نظر شما درباره راسپوتین چیه؟ به نظرتون این یه شیاد بود یا یه شفادهنده؟ نظراتتون رو توی کامنت‌ها برای ما بنویسید. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.